سلام به همه همراهان چنل قصه شب. داستان ارسالی امروز از دوست عزیزی هست که گفتن اسمشون بازگو نشه. این یک داستان واقعیه که برای برادر و دوستای برادر ایشون اتفاق افتاده. شما هم در صورت تمایل میتونید داستانای ترسناک خودتون رو به آیدی تلگرامی که روی صفحه میبینید ارسال کنید. و اما ادامه ماجرا. حدود سال 1394 بود. یکی از روستاهای اطراف کرمانشاه. 3 پسر جوان که مدتی بود دنبال گنج میگشتن شنیدن زیر یه قبر قدیمی متروکه‌ای تو قبرستون قدیمی روستا تونل مخفی وجود داره. میگفتن این قبر متعلق به فردی ثروتمند تو دوره قاجار بوده که زیر اون راهی به یه اتاق دفینه وجود داره. کسی حرفاشونو باور نمی‌کرد. اما اونا نقشه‌ای داشتن و یه دستگاه فلزیاب. شب اول وقتی نیمه شب بود و همه خواب بودن رفتن قبرستون. هوای سردی جریان داشت و مه روی زمین نشسته بود. شروع کردن به کندن خاک قبر. مستقیم روی قبر رو نکندن، کنار قبر رو کندن. 2 ساعت طول کشید تا یه ذره زمین سست شد. خوشحال شدن و سریعتر شروع کردن به کندن. دیگه هوا داشت کم کم روشن می شد. دست از کار کشیدن و برگشتن. شب دوم این بار اومدن عمیق تر کندن. حدود 2 متر پایین رفتن. ناگهان زمین زیر پاشون خالی شد. یکشون گفت صبر کن این زیرش خالیه. یکم که کندن یه حفره‌ای باز شد. با چرا قوه داخل حفره رو نگاه کردن. فضای شبیه یه تونل باریک دیده می شد. هوای سردی از داخل اون بیرون می اومد. اما بوی عجیبی هم داشت. بوی رطوبت کهنه. یه چیزی شبیه خاک پوسیده بود. دیگه نمیتونستن با دست خالی بکنن. تصمیم گرفتن برن و فردا شب تجهیزات بیارن. خاکای دور و بر رو تمیز کردن. روی محل کنده شده هم پوشوندن. چون اونجا متروکه بود کسی تردد نمیکرد. اما کامل روشو پوشوندن که کسی نیاد ببینه. شب سوم بود. ساعت حدود 2 بامداد بود. طناب و چراغ قوه قوی و یه بیل بلند با خودشون آوردن. یکی از اونا که از همه جسورتر بود گفت من میرم پایین. بقیه قبول کردن. طنابو بستن به کمرش و آروم آروم به سمت پایین فرستادن. وارد تونل شد. چند متر جلو رفت. صداش از پایین اومد یه راه باریکه انگار دستسازه. بعد چند ثانیه سکوت دوستش داد زد چی میبینی؟ جوابی نیومد. ناگهان یه فریاد کوتاه و بعد صدای ریزش خاک. طناب شل شد. بعد از ریزش 2 نفر دیگه با وحشت پایین رفتن. اما تونل ریزش کرده بود. راه کاملا بسته شده بود. شروع کردن به کندن با دست. هرچی بیشتر میکندن خاک بیشتر میریخت. ترسیده بودن. اما اگر بیشتر میموندن ممکن بود کل زمین فرو بریزه. با وحشت فرار کردن. خیلی ترسیده بودن. میخواستن به اهالی روستا خبر بدن. اما میترسیدن چیزی بگن. صبح روز بعد ماجرا لو رفت. اهالی روستا و بعد پلیس اومد. عملیات خاکبرداری انجام شد. اما تونل کامل تخریب شده بود. تنها چیزی که پیدا شد یه چراغ قوه شکسته بود و بخشی از طناب. جسد هرگز پیدا نشد. اون 2 پسر دیگه هم دستگیر شدن. بعضیا میگفتن تونل قدیمی قاجاری بوده. بعضیا میگفتن گودال طبیعی بوده. اما پیرمردای روستا یه چیز دیگه‌ای میگفتن. میگفتن از سالهای پیش هر کسی سراغ این قبر اومده که به اون دفینه برسه دیگه برنگشته. اون منطقه کاملا قرنطینه شد و تحت حفاظت پلیس قرار گرفت. تا امروز هیچ کس دوباره سمت اون قبر نرفت. اما بعضی شبا میگن از همون قسمت قبرستون صدای خفه‌ای شبیه ضربه زدن از زیر زمین شنیده میشه.